Никогда не говори, что ты плохо живешь. Бог услышит твои слова и скажет: ты не знаешь, что такое плохая жизнь, и даст тебе судьбу во много раз худшую. Что бы ни случилось, говори: хорошо живу. Тогда Бог скажет: ты не знаешь, что такое хорошая жизнь, и даст тебе судьбу в десятки раз лучше. Бисмилlah, маша Аллах, وما فيش حارس إلا الله، وأنس يلعب ويا أصحابه، وسيدنا محمد يستنى بعد ما يلعب يجري عليه، بحنان الأب يربيه والحنية تبان في عينيه. یکی درد و یکی درمان پسندد، یکی وصل و یکی هجران پسندد. من از درمان و درد و وصل و هجران پسندم آنچه را جانان پسندد. میگه یک انسان درد میخواه، یک انسان دوا میخواه، یک انسان دیدار میخواه، یک انسان وصال میخواه. میگه از همه اینها همون چیزی را من دوست میدارم که خدا برای من میخواه. و در حیات انسان کمبودی آمد، نارسایی آمد، باید به تقدیر و به قسمتش راضی شود. دست به خودکشی و دست به دارو خوردن و دست به دیگر گناهان، اینا گناه خیلی عظیم و بزرگ هستند. انسان باید از حیاتش یعنی که دل کنده و دل شکسته نباشه، ناامید نشود. ان شاء الله امید دار. فان مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. هر یک پستی از پیش بلندی داره، هر یک بلندی پستی داره، هر یک وزوینی سبکی داره، هر یک هم از پیش شادی داره، اجر و ثواب زیاد داره. به همین خاطر انسان باید یعنی دل شکسته نشود. برایت خاطری شاد و لبی پرخنده میخواهد، عزیزی مهربانی من تو را او بنده میخواهد. بکاری بد همه نازی، بکاری بد همه نازی، حیاتی خیش میبازی، چرا با او نمیسازی؟ تو را آینده میخواهد. برای چی به خدا درست نمیکنی؟ در عبادت و بندگی خدا برای چی خدا درست نمیکنی؟ رب العالمین برای تو آینده میخواه، برای تو جنت میخواه، برای تو بخت سعادت دنیا و آخرت میخواه. برادری بزرگوار، اگر بنده الله شدی در دنیا و آخرت سلامت میمانی، در دنیا و آخرت بدبخت و خوار و رسوا نمیشوی. والله قسم هر چیزی که دلت میخواه به آرزو و مقصد دلت میرسی.